سلام، طاهری سفر هستم و با خبر و گزارش‌های تازه امروز پنجشنبه 9 دکبر همراه شما. در ابتدا نگاه به سرخط خبر و گزارش‌های برنامه. نزدیکان عزت‌امان حامی حقوق شناخته مهاجران تاجیک میگویند که او را از بازداشتگاه موقت به زندان انتقال دادند. در تاجیکستان موسم دعوت به خدمت در ارتش تمام شد، ولی گزارش‌ها درباره جلب مجبوری همچنان زیاد است. مهلتی دعوت دراز کرده نشده است، قانون مقرر کرده است، با فرمان پرزیدنت برآورده مانده شد تا 30 نوامبر. در تاجیکستان یک سازمان نوی را تأسیس دادند تا کار شفاخانه‌های خصوصی را بهتر کنند و قیمت معالجه را پایین‌تر بیارند. کارشان نتیجه می‌دهد؟ مقامات انتظامی تاجیکستان عزت‌امان حامی محکوم شده حقوق مهاجران را برای ادای حکم به زندان در شهر دوشنبه بردند. پسر او محمد یوسف خالف روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفت پدرش که در بازداشتگاه موقتی دوشنبه بود حالا در زندان واقع در محله معروف با نام یکم سویتسکی جای داده شده است. در وزارت عدلیه تاجیکستان هم این خبر را تصدیق کردند و گفتند عزت‌امان را که از حامیان حقوق شناخته حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود روز 19 اکتبر با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم شد. طرفدارانش میگویند عزت‌امان بیگناه است و برای تنقیدهای آشکارش از حکومت تاجیکستان زندانی شده است. با وجود ختم موسم تیرماهی دعوت به ارتش، هنوز از تاجیکستان گزارش می‌رسد که ماموران کمیسریات‌های حربی جوانان را از سر راه و کوچه داشته میبرند و یا به اصطلاح مردمی ابلهه میکنند. حالا بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد که چرا با گذشت مهلت دعوت جلب به صف ارتش و بازور همچنان ادامه دارد. شعلای عبدالله همین موضوع را با حامیان حقوق و نمایندگان وزارت دفاع در تاجیکستان در میان گذاشت. کمیسی تیبی گذارند یا قرار قبول کرده را به ارتش فرستند، این جنایت اعتراف شده است. حامیان حقوق میگویند با وجود خاتمه یافتن موسم تیرماهی دعوت به صف ارتش با آنها درباره جلب مجبوری و یا ابلهه شکایت رسیده است. شهر خوجند از ولایت سوخت از چند دیگر منطقه ها مراجعت شهروندان را گرفتیم که تا حال حداقل تا 6 دکبر وقتی که دعوت شوندگان شهروندان سنی دعوتی از فدراسیون روسیه به واسطه فرودگاه‌ها فرود می‌آیند، آنها را مجبوراً داشته به ارتش به کمیسریات حربی برده ایستادند. از 2 دکبر تا 6 دکبر عیناً ما همین شکایت‌ها را گرفته بودیم. مراجعت‌ها را ما از بالای این حرکت‌ها شکایت کردنی هستیم. بر اساس فرمان رئیس جمهور موسم تیرماهی دعوت به صف نیروهای مسلح ماه اکتبر آغاز یافت و باید روز 30 نوامبر به انجام می‌رسید، ولی دلبر صمدова میگوید مقامات کمیسریات‌های حربی برخلاف این فرمان و قانون خودسری می‌کنند. در حقیقت با بهانه از همین معیار از ماده 28 قانون مقامات‌های بعضی از کارمندان مقامات‌های کمیسریات‌های حربی از حد وکالت‌های خود برآمده با مقصدهای اجرایش نقشه یا با مقصدهای کورپسیونی از سوء استفاده کرده ایستادند و باید که به این راه نداد. دعوت مهلتی دعوت دراز کرده نشده است، قانون مقرر کرده است، با فرمان پرزیدنت برآورده مانده شد تا 30 نوامبر است. ادامه سفر بر کردن به ارتش در ماه دکبر سر و صدای زیاد در بین مهاجران جوان در روسیه را که منتظرند دعوت تمام شود و آنها به خانه برگردند به بار آورد. اعلان نوی وزارت دفاع درباره دعوت جوانان به کمیسریات نظامی هیاهو زیاد تر کرد. در قانون قبلی همین چیز تو در موسم دعوت یعنی یک ماه قبل یا 20 روز قبل از دعوتنامه تقسیم کرده میشدند. در طرح نوی قانون درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی آموزش هیئت شخصی یعنی آموزش ذخیره‌های دعوتی سفربری و هم آموزش ذخیره‌های دعوتی در دوام سال ادامه می‌یابد. ولی به گفته وزارت اگر به جوان ماه ینور دعوتنامه به کمیسریات نظامی رسید او را همان ماه به ارتش نمی‌فرستند و فقط برای سال و یا سالهای آینده ثبت نام می‌کنند، وعده که نه همه به آن باور دارند. در تاجیکستان دعوت به صف نیروهای مسلح همیشه به جنجال و کشمکش آلوده است. از بس که اکثریت از خدمت حتمی در صف نیروهای مسلح سرپیچی میکنند و داوطلبانه به ارتش نمیروند، مقامات انتظامی آنها را از کوچه و بازار یا بستر خوابشان برداشته میبرند. سبب پرهیز از خدمت هم
بدرفتاری با سربازان در واحدهای نظامی است که گاه‌ها با خودکشی و معیوب و معلول شدن جوانان می‌انجامد. از سال 2015 تا سال 2019 در تاجیکستان 10 سرباز در صف نیروهای مسلح به هلاکت رسیدند. صحبت را در این باره ادامه میدیم و در استودیو همکارم میرزانبی خالقزاد با ماست که مسئله ابلاغ و ثبت نام در کمیساریات‌های حربی را با افسران سابق و فعلی کمیساریات‌ها در میان گذاشت. و میرزانبی سبب تمام سال و کمیساریات‌های حربی دعوت شدن جوانان که بحث برانگیز شد چی بوده میتواند؟ ببینید، ما با چندی از افسران سابق و حاضری کمیساریات‌های حربی صحبت ها داشتیم و آنها گفتند جلب مجبوری و یا ابله و مقامات را وادار کرده است که تدبیرهای علاوگی قانونی برای سفربری جوانان به صف نیروهای مسلح بیاندیشد. به قول یکی از مصاحبان ما، ویدیوهای بازداشتن جوانان در کوچه و داد و فریاد اطرافیان سبب افزایش ناراضگی مردم از حکومت و دولت شده است و در ذهن مردم این عقیده را به وجود آورده است که دولت با شهروندانش در مظهر عام مثل یک جنایتکار آدم ربایی میکند. عین زمان شکایت ها به دادستانی ها از رفتار کارمندان کمیساریات های حربی زیاد شده است که همراه با کارمندان ملیسا خودسرانه جوانی را از کوچه میبردارند و به خدمت میفرستانند. اما در مسئله دعوت به کمیساریات های حربی، مقامات میگن که ثبت نام جوانان در کمیساریات های نظامی تمام سال ادامه میکنند تا که شماره دعوت شوندگان معلوم کرده شود. و میرزانبی، یک مسئله دیگری که جوانان زیاد میپرسند مسئله در عوض پول آزاد شدن از خدمت حتمی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان است و گروهی از کاربران در واقع از بپرسیدند که قاعده هایش چگونه است. ببینید طاهر، بر اساس قانونی که تابستان امسال قبول شد، هر یک جوانی که نمیخواهد در ارتش 2 سال خدمت کند میتواند مثلا سال آینده تقریبا 27000 سومانی یا $2500 پرداخته 1 ماه تمرین گذارد و صاحب بلیت حربی شود. البته حالا برای یک جوان تاجیک این پول کم نیست و ممکن است که این پول در سالهای بعدی حجمش تغییر یابد و کم و زیاد شود. در تاجیکستان زیاد از 400,000 جوان سن دعوتی ثبت نام شدند و فقط 1% کمتری آنها به صف قوای مسلح دعوت می شوند. ولی آنگونه که میبینیم مقامات در دعوت این تعداد هم به مشکلی روبرو میشوند و برای همین راههای نوی به مجرای قانونی وارد کردن معرکه دعوت را میاندیشند. بله. تشکر میرزانبی. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره بحث‌ها سری ابلاغ و یا دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان صحبت میکرد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. گروهی از طبیبان و مالکان شفاخانه‌های خصوصی در تاجیکستان یک جا جمع آمدند و بنیاد را تأسیس دادند که هدف نهایی آن دسترس کردن معالجه درست و کامل برای مردم بوده است. حالا در تاجیکستان معالجه در شفاخانه‌های خصوصی بهتر ولی گرانتر است و مؤسسان بنیاد رشد طب خصوصی در دوشنبه گفتند که دخالت مقامات رسمی سبب همین گرانی است. نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهد. ما از یکدیگر بخار میشیم از سرحجان بابا علیف در یکی از بیمارخانه‌های خصوصی دوشنبه کار می‌کند و امروز همراه با بیش از 150 همکسب خود از اساسگزاران بنیاد رشد طبی خصوصی تاجیکستان شد. او سبب تأسیس این سازمان جمعیتی را شرح داد. یکی از پرابلم اساسی که در ما هست این پرابلم رشد ساحه خصوصی ساحه تندرستی است. تشکیل نمودن اساسیه خیلی مهم است، زیرا برای حل نمودن مشکل‌ها درباره قید کردن دستاوردهایی که ما داریم، یک اساسیه که همه ما را متحد کند، همه ما از یکدیگر باخبر باشیم تا حاضر وجود نداشت. همین طور کارمندان بخش خصوصی تندرستی تاجیکستان صاحب سازمان خود شدند و بخش دولتی نیز ظاهراً از آن پشتیبانی میکند. مقصد ما همه در مؤسسه زیرساختار چی دولتی چی خصوصی باشد، البته این درست خدمت رسانی طبی گذراندن به اهالی کشور، چون که ما علاقه درک میکنیم مردم ما چقدر به عذاب و عقوبت‌ها برای گذراندن تشخیص‌های مثال طبی یا که برای توبت با دیگر دولت‌های خارجی، دیگر دولت‌های
Европа و آمریکا سفر کردند. راهبری سازمانی نو میگوید مشکلات بخش خصوصی طبی تاجیکستان زیاد است و سازمانی نو با حل آنها مشغول خواهد شد. در دوام 10-15 سال اخیر ما 18% انداز میسپردیم از درآمد صف و اندیس میگن درآمد ایلوگی و در برابر این امین از طرف دولت حاضر کدکس انداز قطعی همگی 5 تا 8% است. نه وابسته از این 4-5 نمود انداز وجود دارد که در عمومیت میتونه تا اندازه پیش روی رشد تجارت در بازار خدمترسانی طبی بگیره. رشد بخش خصوصی تندرستی تاجیکستان همچنین به برخورد اهالی با آن نیز بستگی دارد. ساکنان هرچند صفت و شرایط آن را ستایش میکنند، از نرخ‌های بلندش شکایت دارند. ما چندین همین بالینس‌های شخصی در گشتگیم همین به حد مسئله همین کمبود مبلغ نبودن همین مردم ده ابشر رحم ندارن. پیش فلان ورج میدارم، پیش فلان در اومدنش ما دیدم با چشم خودم هسته 60 همون مسپوری میگم میگم اپا جون ما 60 همون مسپورم در اینجا به همین خلاص نمیگه پیش ورج رفتی با 20 میگه دوا میتی. شخصی راحت‌تر است برای که شخصی با کم دکترای نقص‌تر و شدگی اویلکوش هم نقص‌تر خصوصی هم نقص و دولتی هم نقص و وابسته متخصص میکنند. مثال این بالینسا سکوری نه متخصصی نقص دارد. بعضی بیمارخانه‌های شخصی هستند که برای مثال بهبودی شهروند را به ذهن خود نمیگیرند تا که بعد تمام شده معالجه دیگر با بیمار سر کار ندارند. از همین حساب من بسیار کوشش میکنم که بیمارخانه‌های دولتی را انتخاب کنم. در تاجیکستان 726 مؤسسه خصوصی طبی به قید گرفته شده است. کارمندان این مؤسسه ها اظهار امیدواری میکنند که اتحادیه نو کار آنها را آسان و دخالت دولت را به امورشان کمتر خواهد کرد. و سری می‌ذاریم به ولایت سوخت. دادگاه عالی تاجیکستان حکم یک جوان تاجیک را به تغییر گذاشت که او به قتل همسایه‌شان گناهکار دانسته شده است. حکم از آن جهت غیرعادی است که هم جوان زندانی و هم خویشاوندان جبر دیده میگویند که جمشید جمعه‌زاده گناهکار نیست و قاتل کسی تماما دیگر است. فرزان محمدی همکار ما در شهر خوجند این پرونده را از اول پیگیری داشت و گزارش او را همراه می‌بینیم. دادرس دادگاه عالی شکایت کاساسیونی یک ساکن ناحیه ظفرآباد را که به قتل جوان پسر همسایه و تهدید به جان مادر او عیبدار و به 23 سال زندان محکوم شده بود به تغییر گذاشت. محکوم شده جمشید جمعه‌زاده خود را بیگناه می‌شمارد و طرف جبریده نیز این ادعای او را تصدیق می‌کند. زنی که گویا جمشید جمعه‌زاده به جان او تهدید کرده است میگوید هر دو زینه دادگاه گناهکار اساسی را به جزا گذاشته شخص بیگناه را به 23 سال زندان محکوم کردند. شما اساسی عیبدار اساسی کشتار من گفتوسیم نومش گفتوسیم چرا باید دستگیر نکردوسیم و به اعتبار موندوسیم برای چی کی نگاه میکند با من شاهدی زنده چرا من گفتوسی که آدم نیو یک بیگناه شنونده موندیم مجبور کرد من به همین سوال به جواب دادم. گناهکار بودن جمشید جمعه‌زاده را یگانه شاهد زنده واقعه مادر جوان کشته شده و جبریده دوم ملاحت زیای و رد میکند. جبریده میگوید اگر قاتل جمشید جمعه‌زاده می بود این را به خوبی تصدیق کرده میتوانست زیرا در یک بنای بلنداشانه زندگی میکنند و همدیگر را خوب میشناسند. اما روز 9 دکبر ظفر عزیززاده دادرس دادگاه عالی طبق یک تعیینات حکم قبلی را به تغییر گذاشت. این بار هم جمشید جمعه‌زاده در برآمد آخرینش به بیگناهی خود پافشاری کرد و گفت که در جریان تفتیش شکنجه شده است. دادرس شکایت شکنجه را به جواب گذاشت. جمشید جمعه‌زاده تا زمان بازداشت شدن به صاحبکاری مشغول بوده است. وی در ناحیه ظفرآباد یک کارگاه استحصال خشت را به راه مانده بود. عائله‌دار و صاحب 2 فرزند نابالغ است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بیننده بسیار عزیز، اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. از آن که همراهی کردید ما را بسیار سپاسگزاریم. خبر و گزارش‌های بیشتر را میتوانید در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید و هم در وبسایت azadi.org و در کانال آزادی ویدیو.